امروز میخوام راز و رمزهای یک زرشک خوشرنگ رستورانی رو بهتون بگم که تا حال هیچ کس بهت نگفته. زرشک رو داخل یه ظرف میریزیم، روش روغن میریزیم، 2 قاشق شکر میریزیم تا مزهش بالانس بشه، نصف استکان آب و زعفرون. همه رو با هم مخلوط میکنیم و روی گاز میذاریم تا جوش بیاد. وقتی که جوش اومد به مدت 10 دقیقه در همین حالت میذاریمش. ببینید چقدر خوش رنگه. تا حالت سس غلیظ بشه. و حالا میتونیم روی برنجمون سروش کنیم. نوش جون.